اگه دوست داری یاد بگیری چطوری میتونی متنتو استایل بندی بکنی و این استایلا رو هر طوری که خودت دوست داری شخصی سازی بکنی، پس تا انتهای این ویدیو همراه من باش. توی آموزش قبلی یک سری نکات اولیه و کاربردی ورد رو با هم مرور کردیم و سربرگ فونت و پاراگراف رو براتون توضیح دادم. اگه دوست دارین برین آموزش قبلی رو ببینید. توی این ویدیو قصد داریم بریم سراغ سربرگ استایل و ببینیم که چطوری میتونیم متنمون رو استایل بندی بکنیم یا اینکه یک استایل جدیدی تعریف بکنیم و تنظیمات این استایل‌ها رو تغییر بدیم. همینطور که اینجا نوشتم، استایل ها باعث میشه که متن ما ظاهر شیک و مرتبی داشته باشه. هم این که ما یک بار این تغییرات رو انجام میدیم، روی کل متنمون این تغییرات اعمال میشه و هم این که میتونیم یک فونت مشخصی برای اون قرار بدیم، میتونیم اونها رو به صورت مرتب شماره گذاری بکنیم و یا از موارد دیگه‌ای که اینجا براتون نوشتم. در ابتدا که ما متنمون رو می نویسیم، استایل اون روی حالت نرمال قرار داره. یعنی الان کل متن من روی حالت نرمال هستش، ولی ما میتونیم اون متن رو انتخاب بکنیم و از این منوی کشوی یک استایل برای اون مشخص بکنیم. مثلا میتونیم برای سربرگ ها، پاورقی ها، نقل قول ها یا حتی عنوان فصل ها، بخش ها، زیر بخش ها بیایم و هدینگ تعریف بکنیم. مثلا اینجا من فصل رو روی هدینگ 1 قرار میدم، باز فصل دوم رو هدینگ 1 قرار میدم، بخش اول هدینگ 2، بخش دوم هدینگ 2، بخش اول از فصل دوم هدینگ 2 و زیر بخش ها رو هدینگ 3 قرار میدم. مابقی متنم همونطور که نرمال بود میذارم نرمال باقی بمونه. حالا اینجا با این مثلثی که کنار اینها قرار میگیره ما میتونیم این متن رو ببندیم یا حتی فصل اول رو که من ببندم کامل میرم سراغ فصل دوم. اگر فصل اول رو باز کنم بخش ها برام میاد و بعد هم متن ساده من برام مشخص میشه. حالا از توی این فلشی که این پایین قرار داره ما میتونیم اینجا یک استایل جدیدی تعریف بکنیم. اینجا اسمش رو مشخص میکنیم و استایلی که خودمون میخوایم رو توی این قسمت تعریف میکنیم. اگر که من روی این فصل اول قرار بگیرم با گزینه کلیر فورمتینگ میتونم اون رو به متن نرمال تبدیل بکنم و همینطور که میبینین استایلش به نرمال تغییر میکنه. و یا اینکه از اپلای استایل ما میتونیم استایل اون رو تعریف بکنیم و از این قسمت مشخص بکنیم که هدینگ 1 باشه یا هر استایلی که خواستیم. حالا ما میتونیم این استایل ها رو شخصی سازی بکنیم. فقط کافیه روی اون هدینگی که میخوایم تغییر بکنه کلیک راست بکنیم و از قسمت مودیفای اینجا میتونیم نام اون رو تغییر بدیم و اگر متن ما فارسی هست باید حتما اون روی حالت کامپلکس قرار بدیم و بعد از این قسمت فونت رو میتونیم تغییر بدیم، سایز اون رو میتونیم تغییر بدیم، مشخص بکنیم آیا بولد یا ایتالیک باشه یا نه و زیر اون خطی کشیده بشه یا نه و رنگ اون رو میتونیم از این قسمت مشخص بکنیم. باز میتونیم مشخص بکنیم که متن ما راست چین باشه، وسط چین باشه یا چپ چین باشه، فاصله بین خطوط چقدر باشه و از خطوط ما قبل و ما بعد خودش چقدر فاصله داشته باشه، از حاشیه ها چقدر فاصله داشته باشه که میتونیم اینها رو تغییر بدیم. برای یک سری تغییرات بیشتر از قسمت فرمت میتونیم این تغییرات رو انجام بدیم. صفحه فونت برای ما باز میشه که دقیقاً شکل همون صفحه فونتی هستش که جلسه قبل با این فلش کوچیک باز کردیم و تنظیماتش رو براتون توضیح دادم. حالا برای یادآوری توی این قسمت هم باز براتون میگم. این قسمتی که نوشته لاتین تکست میایم و فونت متن لاتینمون رو انتخاب میکنیم.
و سایز اون رو میتونیم مشخص بکنیم و مشخص بکنیم که آیا متن ما ساده باشه، ایتالیک باشه و یا بولد باشه. از این قسمت میتونیم فونت فارسیمون رو مشخص بکنیم، هر فونتی که بخوایم میتونیم برای اون تعریف بکنیم و سایز اون رو مشخص بکنیم و مشخص بکنیم که آیا بولد یا ایتالیک باشه. رنگ اون رو میتونیم تعیین بکنیم و مشخص کنیم آیا زیر اون خطی داشته باشه یا نه و رنگ این خط چه رنگی باشه و یک سری تغییرات دیگه که اینجا نمونه فایل خروجی رو به ما نشون میده. من الان اینو اوکی میکنم که تغییرات رو با هم ببینیم. هر جایی که من از هدینگ 1 استفاده کرده بودم دقیقاً این تغییرات برای من اعمال شد. حالا باز وارد همین قسمت میشم و به گزینه پاراگراف میرم. صفحه پاراگراف که برای ما باز میشه دقیقاً شکل همون صفحه پاراگرافیه که توی این قسمت ما جلسه قبل توضیحش دادیم. توی این قسمت میتونیم مشخص بکنیم که متنمون از حاشیه سمت راست و حاشیه سمت چپ چقدر فاصله داشته باشه. توی این قسمت میتونیم مشخص بکنیم که ابتدای پاراگراف ما فرو رفتگی ایجاد بشه و یا مابقی خطها غیر از خط اول فرو رفتگی داشته باشه که خب من الان نیازی ندارم. توی این قسمت میتونیم مشخص بکنیم که پاراگراف ما از پاراگراف قبلی و بعدی خودش چقدر فاصله داشته باشه. مثلا من مشخص میکنم از پاراگراف قبلی 50 سانت فاصله داشته باشه و از پاراگراف بعدی 20 سانت. و از این قسمت میتونیم فاصله بین خطوط پاراگراف رو مشخص بکنیم و بعد اوکی میکنیم. خب همینطور که میبینین این تغییرات به این شکل انجام شد. از خط ما قبل خودش و خط ما بعد خودش فاصله از حاشیه سمت راست و از سمت چپ مشخص شد. حالا تغییرات بعدی رو روی هدینگ 2 انجام میدم. وارد قسمت مودیفای، فرمت و از اینجا میتونیم نامبرینگ رو انتخاب بکنیم. یعنی هر استایلی که با هدینگ 2 تعریف شده باشه شماره گذاری میشه که مثلا من اعداد رو انتخاب میکنم و بعد اوکی میکنم. خب همینطور که میبینین بخش اول، بخش دوم و بخش اول از فصل دوم شماره گذاری شدن که اگر من این رو بیام روی هدینگ 1 مثلا قرار بدم این شماره به صورت خودکار تغییر میکنه. خب اینم به حالت قبل تغییرش میدم. خب تا اینجا ما یاد گرفتیم که چطوری متنمون رو استایل بندی بکنیم و اون استایل ها رو شخصی سازی بکنیم و هر طوری که دوست داریم تغییر بدیم. اما اینکه چطوری بتونیم با استفاده از این استایل ها بیایم و فهرست مطالب، اشکال و جدول ها رو تشکیل بدیم آموزشش رو حتما براتون میذارم، لینکش هم براتون میذارم. اگه دوست داشتین حتما اونم ببینین. خیلی خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. برای آموزش‌های بیشتر حتما کانالمون رو سابسکرایب بکنین، نظراتتون رو برام بنویسین و اگر در مورد موضوعی دوست دارین براتون ویدیو ضبط کنم حتما به هم بگین که کلیپش رو براتون آماده کنم.